السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کسایی که ساعت الفجر داره، الفجری ارگینال کدومی که خریدگی ای چی از مثال دوبای باشه، امارات یا که از سعودی باشه خریدگی باشه یا که فرق نداره یک جا خریدگی ای دست یگان کس خریدگی ارگینال باشه، اگر ویران شد شما میتونین که مثلا یگان کس تون عمره بیاید طرف سعودی بیاید یا که دوبای بروه، میتونه که همون ساعت الفجر به همه آدم بتین بگیره بیاره در الفجر بسپرش در همی جایی که مگزینی الفجر ای. اینه میخواه الفجر نیستگی، این از پیشش میکنم اینه الفجر هم به عربی هم به انگلیسی نیستگی، فرق نداره در جایی در کدام دولتی باشه. مثال اگر با سعودی را عمره اومده اون کس داده که دوبای رفت، اگر در دستش داده ساعت الفجر ویرانه را به پول برای شما راست میکنن میتین به پول، حتی اگر شیشه شکستگی باشه، انا استریلکای مینوت و دقیقش گم کردگی باشه به پول راست میکنن میتین. برای اینکه ما ساعت الفجر 3 سال پیش خریدگی بودیم، هم بطریش حلش کردن در کابل، هم شیشش مقصد کشودگی بود، هم استریلکای چیکو سکوند ثانیه انا هموش گم شدگی بود آوردیم مدت یک روز، یعنی دین اسپردیم، امروز گفتن که بیایه یک روز پگاش بیایه با شما را راست میکنیم میتیم گفتن ساعته. برای همو هستن آدمایی که ساعتهای الفجر گرفتگن و ایران شدگن، نه که امیر اهمیتی که ارگینال باشه، اگر کپیا باشه راست نمیکنن، اینا میفهمن که ارگینال یا کپیا هم خیلی میگیرن، میفهمش که ارگیناله یا که کپیا نه مگزینش. از با ساعت نشان میتیم که چه خیلی راستش کردن. ساعت الفجر نگاه کنه 940 ریال نرخش، 940 ریال، 940 ضرب 26 میزنه چند روبل میشه و معلوم میشه نرخش. 940 در 26 ضرب میزنیم، این اینجا 1370 ریال های 1370 در 26 ضرب میزنیم چند هزار روبله میشه معلوم میشه نرخش. چند نمودی هسته یا همش ارگینال هم ساعت الفجر ارگینال اصلی. این اینجا با یک نمودوی نوش برمدگی 1360 ریالی 1115 ریال راست میکنه. اینا ساعت راست کردن، شیشهش حلش کردن، بطریش حلش کردن، سکونده کو ثانیه نموش حلش کردن، گم شدگی بود، همه همیره به پول راست کردن دادن. برای که ساعت ارگینال های، ساعت الفجری ارگینال های. برای همو برای ارگینال بودنش فیرمای الفجر به پول راست میکنه میتیر. باقی در امان الله باشین. الله متعال یکی ما و شما را نگهدار باشه. کانال دستگیری کنین، لایک زیر کنین، بعد با رفیقاتون روان کنین. انشاءالله تعالی کوشش میکنیم ویدیوهای فایده‌ناک میپرتویم، خیلی تت نمیپرتویم ده انشاءالله. و باقی در امان الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.